به خانه‌ای از خانه‌های بیشمار تو در دنیا پناه آوردن. پروردگارا امید رحمت تو را دارند. پروردگارا بیم و هراس از عذاب تو را دارند. پروردگارا غیر از این بندگان اندک و ناچیز تو برای تو بندگان بیشماری وجود دارد، اما برای این بندگان تو ربی غیر از تو وجود ندارد. پروردگارا خواسته های خوبشان را که رحمت تو باشد و مزید توفیق تو برای بندگی تو و آمرزش گناهانشان و ایمان کامل و علم نافع و عمل صالح و اخلاص در کارها و نیتها و حسن خاتمه و پذیرفتنشان به عنوان خادمان دین تو و بندگان تو، پروردگارا حاجتشان را و خواستگانشان را منت بگذار و در این وقت سحر به درگاه خودت قبول بفرما. پروردگارا چی کنیم که این مهمان تو رمضان عزیز با ما ودا میگوید. نمیدانیم مهمان تو از ما راضی شده، واجب را انجام دادیم، حق مهمان را ادا کردیم، اکرام و احسان مهمان را داشتیم. پروردگار را نمیدانیم این دوست تو و این سفیر تو و این فرستاده تو از بندگان تو راضی هست یا نیست. پروردگار را اعتراف داریم هر طوری از کارگاه این مهمان را از ما راضی بگردان. پروردگار این مهمان را با رضای کامل پیش خودت فرا بخوان. پروردگار این 20 روز رمضان را سبب سنگینی میزان حسنات ما و جبران آفات و حسن خاتمه و مقبولیت و توشه برای راه آخرت قرار بده. ما را از برکات شب قدر نصیب بفرما، چه امشب شب قدر است، چه فردا شب، چه پس فردا شب. پروردگارا ما خواهان برکات شب قدر هستیم. پروردگارا برکات این چند شب و شب روز را نصیب بفرما و توشی را برای عمر ما عنایت بفرما. پروردگارا رمضان را سالهای متوالی به سوی ما برگردان. پروردگارا سالهای متوالی به سوی ما برگردان. پروردگارا تا از برکات رمضان در سالهای آتی هم بهره‌مند باشیم. پروردگارا ما را در همه امورات زندگی خاتمه به خیر بگردان. خدایا چنین شبهای حیات بخش و لذت بخشی را در عمر ما تکرار بگردان. خدایا روزهای مبارکی را چون روزهای رمضان، پروردگارا چون روز عرفات و روز جمعه همیشه در زندگی ما تکرار بگردان. پروردگارا ایام ما را مقدس و مبارک بگردان. پروردگارا با توفیقی که به ما عنایت می‌فرمایی هر شب ما را شب‌های قدر و با برکت بگردان. پروردگارا با عنایتی که به ما عنایت می‌فرمایی و توفیقی که عنایت می‌فرمایی به این بندگان ناچیزت اما علاقمند و عاشق و دلباخته خودت و رسول خودت و دینت و قرآن و کتابت و بندگان خالص و مخلصت، پروردگارا همه لحظات عمر ما و خواهران ما و خانواده های ما و فرزندان ما و دوستان ما و خواهران و برادران ما و خواهران و برادران انسان ما، پروردگارا
همه با برکت بگردان. پروردگارا همه را به راه راست هدایت بفرما. پروردگارا ما را به راه راست هدایت بفرما و از هدایت ما بندگانت را به راه راست هدایت بفرما. پروردگارا دوستی ها را به خاطر خودت و به خاطر پیامبرت و به خاطر دینت کامل بگردان. پروردگارا ما جمع شدیم، هر یک از گوشه‌ای، هر یک از محلی، هر یک از منطقه‌ای، هر یک به زبانی، خواهر و برادر، در بیتی از بیوت تو، بر مائده تو، بر محبت تو، بر عشق و علاقه‌ای که به تو و پیامبرت داریم. پروردگارا خواهش میکنیم که جمع ما را در بهشت فردوس در جوار عزیزترین بندگانت و اشرف رسول و پیامبرانت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و یاران با وفایش و نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین جمع بگردان. پروردگارا زندگی آبرومندانه، مرگ روسفیدی و شهادت و حشر آسان و حساب و کتاب یسیر و سربلندی و سلامت بر پل صراط و روسفیدی و دخول بهشت در جوار پیامبر صلی الله علیه و سلم نصیب بفرما. پروردگارا دلهای ما را از هر سو به سوی خودت بر بگردان. همطور که گفتم امشب یکی از زیباترین شبهای خداوند هست و ملائکه ها ازدحام میکنن بر چنین اماکنی برای گواهی دادن به نفع شما و برای گزارش دادن به رب العزت و الجلال که بندگان تو را در چه حالی دیدیم، در حالی که به امید تو، به رحمت تو امیدوار بودن و از عذاب تو بیم داشتن. بندگان تو را اینطوری دریافتیم، همه بر گناهانشان زار زار میگریستن و بر گذشته قاصر و بر گذشته بد خود گریه میکردن و خواهان حال آینده‌ای عالی با ایمان کامل و عمل صالح و صفا و صمیمیت و طهارت و پاکی امیدوار بودند. پروردگار خواسته های معقول و منطقی و عزیز و دوست داشتنی نزد خودت خواسته های این بندگانت را قبول بفرما. بله عزیزان، ایمان یعنی عشق. ایمان هیچ تفسیری غیر از عشق ندارد و عشق یعنی عین و شین و قاف. عین یعنی علاقه، شین یعنی شدید و قاف یعنی قلبی. هر علاقه شدید قلبی به هر چیزی را عشق می نمایند، اما علاقه شدید قلبی به خداوند تبارک و تعالی را ایمان می نامند. پس ایمان یعنی علاقه شدید قلبی هر بندی نسبت به رب العزت و الجلال و نسبت به بندگان رب العزت و الجلال را ایمان می نامند. امشب ایمان را حس می کنیم و لمس می کنیم. پروردگارا محبت خودت را در دلهایمان، از خودمون و از خانوادهمون و از آب و دوستانمون و از آب سرد خنک در روز گرم تابستانی را هم عزیزتر و محبوبتر بگردان. پروردگارا ما از تو محبتت را می طلبیم و محبت کسانی که محبت تو را در دل دارند و محبت عملی که ما را به محبت تو برساند. پروردگارا محبت ما را خالص برای خودت قرار بده. ایمان یعنی عشق، عشق به رب العزت و الجلال، عشق به خدا، عشق به بندگان خدا، عشق به طبیعت و همه موجودات طبیعت، عشق به زندگی و عشق به مردن و مرگ. پس ایمان یعنی عشق به خدا یک، عشق به بندگان خدا دو، عشق به طبیعت و موجودات طبیعت سه، عشق به زندگی چهار، عشق به مرگ پنج. این معنای ایمانه. تمامی ابعاد زندگی انسان و تمامی زمینه‌های زندگی انسان و تمامی مسائل مرتبط به زندگی انسان را در بر می‌گیرد.
الله باید جزء زندگی لاینفک ما باشد. الله نبض زندگی ماست. محبت الله، هیبت الله، عظمت الله، عشق به الله چقدر قدرت دارد. هیچ چیزی نمیتواند جذابیت ایمان به الله و نیروی ایمان به الله را داشته باشد. در این وقت سحر این همه پروانه های عاشق را گرد خانه خود جمع کرده. شب خیز که عاشقان به شب راز کنن، گرد در بام دوست پرواز کنن. هر جا که دری بود به شب در بندن، الا در دوست را که شب باز کنند. الله در آسمان ها را باز کرده تو چنین شبهایی. هرچه دلت میخواهد بگو، هرچه مناجات داری بکن، هرچه گریه و زاری داری بکن، هرچه حاجت داری بگو. برادر خواهرتم فراموش نکن تو دعات. خداوند به تو همون اندازه‌ای که به برادر خواهر غایبت که در جمع ما نیست اما دلش با ماست و ما اونو دوست داریم، به همون اندازه بدونی که از اجر خودت کم بکنه عنایت می‌فرماید. عشق به الله جزو زندگی لاینفک ماست. اگر الله نباشد معنی برای زندگی ما نیست. زندگی ما پوچ و بی محتوا خواهد شد. عشق به مردم. چرا مردم رو دوست داریم؟ چون اینا بندگان خدا هستن، بر گردن ما حق دارن. ما در فرهنگ دینیمون چیزی به اسم ارحام داریم. رحم انسان سه تاست. یک رحم خویشاوندی از دو جهت، جهت پدر و مادر. از جهت پدر دو جهت، برادر پدر عمو و فرزندانش، خواهر پدر عمه و فرزندانش، برادر مادر دایی و خالو و فرزندانش، خواهر مادر خاله و فرزندانش. این رحم خویشاوندی ماست. این رحم روز قیامت به عرش خدا وصل می شود و دعا می کند سل من وصلنی واقطع من قطعنی. خدایا وصل کن فردای قیامت اون کسی که مرا وصل کرد، و خدایا قیچی کن و قطع کن اون کسی که مرا قطع کرد. رحم دوم ما رحم سببی است. سببی بهتر از نسب. انما المؤمنون اخوه. رحم دینی است و اسلامی است و ایمانی است. شاعر عرب میگوید رب اخ لک لم تلده امک. خیلی وقتا برای تو برادر و خواهری پیدا می شود که از مادر تو زاییده نشده است، از مادرت به دنیا نیامده است. کجا پیدا می کنی این برادری که خداوند میگه انما المؤمنون اخوه؟ باور بکنید که دیگه دیدن همدیگر و زیارت همدیگر و هر شب همدیگر را بر مائده خدا و سفره خدا در خانه خدا دیدن، باور بکنید که احساس میکنیم داریم عبادت خدا میکنیم. امام شافعی رحمت الله علیه میگفت نگاه به صورت احمد بن حنبل برای من عبادت است، چون حافظ حدیث پیامبر بود و حافظ کلام رب العالمین بود. اما رابطه سوم و رحم سوم رحم انسانی ماست. همه ما مذهبی داریم به اسم مذهب انسانی. همه انسان ها هم مذهب ما هستند. همه انسان ها خواهر و برادر ما هستند. در دعای ما و علم ما و اخلاق ما و تقوای ما و عبادت ما سهم دارند. نباید آرام بنشینیم که ما عبادت بکنیم اونها محروم بمانند. اونقدر باید دعای هدایت به برادران و خواهران کافرمون بکنیم که خداوند دلهای اون را به سوی خودش و دینش و پیامبرش و کتابش و کعبهش بچرخاند و بعد ما از اخوت و برادری و دوستی اونها لذت ببریم.
باور بکنید از دشمنان اسلام و مسلمین ما داریم زجر میکشیم، کما که اگر اونها مسلمان بشوند و به راه خداوند هدایت بشوند دوستان ما خواهند شد و از دوستی اونها لذت میبریم و این آیه در حق اونها صدق میکند. نفرین نکنیم، دعای خیر بکنیم، شاید به برکت این شبها دعایی به درگاه خدا قبول شد، هم گمراهان مسلمان هم گناهکاران و غافلین هدایت شدن و به قافله الله پیوستن و همون برادرانی که در کفر به سر میبرند. پس ما 3 تا رحم داریم. خوب دقت بکنید که پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید اگر برادری و خواهر مسلمانی بیش از 3 روز از همدیگر قهر کنن و همدیگر پشت کنن، اون برادر تو صورت اون میرود، میخواهد بگوید السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، برادرم منو حلال کن، من اشتباه کردم در حق تو به بزرگواری خودت ببخش، اون رو برمیگرداند. چرا خداوند نماز 5 وقت را گذاشته که کسی با کسی پشت نکند و قهر نکند؟ وقتی گفت الله اکبر همه مسائل کوچک بشود. چرا جمعه تا جمعه گذاشته؟ چرا عید تا عید گذاشته؟ هیچ مسلمانی حق ندارد بیشتر از 3 روز با برادرش قهر کند مگر به یک شرط، این که برادرش اهل معصیت خدا باشد، نصیحتش بکند، نصیحت جدوایی نداشته باشد، تأثیر نداشته باشد، به برادرش بگوید تا زمانی که دست از معصیت خدا نکشی من با تو صحبت نمی کنم. اگر میخواهی که با هم دوست باشیم این دوستی به خاطر خدا، رک و پوسکنده به او بگوید. اجازه دارد در این حد برادرش را تنبیه کند، به خاطر که او را با محبتی که به او دارد و عشق و علاقه‌ای که به او دارد شاید بتواند رو دوستی او و نیت او تأثیر بگذارد و او را به راه خدا بکشاند. در حدیثی که چند شب پیش برای شما عزیزان خوندم، افشوا السلام، اطعموا الطعام، طعام بدید، طعام برای فقرا و مساکین به عنوان صدقه بدید، برای که اونها رو سیر کنید. سفره های محبت برای همنشینی با صالحین پهن کنید و سر سفره محبت بنشینید، نگاه تو چشم هم بکنید، نگاه توأم با محبت، به همدیگه سلام بکنید. و اطعموا الطعام، طعام بدید. و صلوا الارحام، صله ارحام بکنید که گفتم 3 تا رحم داریم. و صلوا باللیل و الناس نیام، و شب نماز بخونید در حالی که بندگان خدا یا مردم در خوابند. تدخل الجنة بسلام، به بهشت خدا داخل میشوید